Dushanbe life تقدیم میکند. با عرض سلام و تمنیات نیک به کل آنهایی که عین زمان ما را تماشا دارند طریق سامانه دوشنبه لایف شوخی شو. جد خوریدن به دل اومد. ای ماتماتیکا نباشه. پشالوانی. اکای تویدار دولت بسر. اکای تویدار برات سواد به ایمیش. در اونجا نمیره که ما حالی قرصک زدازیان. پس لایک رو زیر کنید تا اینکه انامین تماشابین این برنامه خیلی زیاد شود. علم رود. داف کامپیر ما بیزار ما کامپیر عروسی. وای او قیارا چی داشت چی کشید وای چیزا. این نومی غریب الهیم که ایسری هر یک کدامون بدر شود. ممکن زدرای زدان کردم خاکورتک شکندم گرفتم. این سراینده این سرود نویری خود من دولتمند خالفه. کدام سرود است؟ با عرض سلام و تمنیات نیک به کل آنهایی که عین زمان ما را تماشا دارند طریق سامانه دوشنبه لایف ما تصمیم گرفتیم که یک برنامه جالب با هزل و شوخی پیشکش شما گردانیم و با یک جایگی با بابوی مرگان تصمیم گرفتیم نام این برنامه رو مونیم شوخی شو. شوخی شو شوخی شو های نامی خوش رویده. خوب در این برنامه تنها ما در با انامین گرد و اطراف حج و شوخی سخن میگوییم و این به اون خاطر این برنامه رو نامش رو شوخی شو مونده ایم که خاطر شما غریبان عزیز رو لحظه باشد شاد گردونیم. درست بچم درست. یمین کامera بکش. چوا ما گفتن گیریم چی؟ نمیگیم بوبیا چی پرسنت ما؟ چی یگون چی معلومه که چی ترغم داده سای. باور که هیچ کده نگفتم تو همین روز هیچ کده نگفتم. بگو بچم. کامera کشیده بون زبط نکنی بچه. ها بکش چه گاز بچم. دست بخوره چی میشه بوبی؟ برای همین که دارم تو به زوبی تشیدهش یکم خیلی یا جا باشه آخه دست وای فاروق جان بچه می یکی را این ویدیو کامera رو کشتن نبود این کسی دست که بخوره بچم پول میگیری حالی ایجداد که تو پنسامو گرفته نه پول میگیری بچم مایل بابی پول مایل و این همین وقتی که دستم خورید کو دو روز پسش با بینیم خوردن در اومد هیچی هم نداره این بنی خوره اگر بنی بخوره این علامتش همه که از نچید گوشت میخوری گوشت دست بخوره پول میگرفتی بینی میخورده گوشت میخورده آخه بعدی دست خوردن بینی خوردن با اینا سرم خوردن درونده آخی آقا میخورم سرم که میکنم کجات خوریدن به دل اومد دستم خورید بینیم خورید ولی با سرم خورده پشالوانی جیویانسوری یالکی پالکی زلانی چی با بیا برای پاچ دوست می دست میگه ابتنا چی دا؟ تینجه؟ جا میخوره با یکی چی ساخت که نشیده باشه باز تمام برنامه رو یکم وقتی دیگه دمون نه بابی نسترینش وای نوش دیکوش که نمیپرسم بیو زب سر بابی خیلی دیگه سوال نمیتونم برنامه رو ببریم ها خب دوستان عزیز برنامه رو برنه که این همیشه ایتی سمیدزم دوستان عزیز برنامه شوخی شو است از سامانه دوشنبه لایف در نخستین برنامه یعنی در یکمین برنامه این برنامه شوخی شو ما تصمیم گرفتیم که استادی انامین صنعت استادی انامین حج بابوی مرگان رو تکلیف نمایم زیرا میگوین هر کار پیر دارد هر کار دعا دارد ما میخوایم در انامین گشاده شوی انامین برنامه یک دعای نیک شما رو بشنویم. در تو جون فاروق جون هولی سر کردی السلام علیکم نوی رحکوی بوبیش اصلکوی بوباش حمدلکوی بوباش همه تانو دوست میدارم نوی رحکوی بوبیش این برنامه سر شد اینا بسم الله الرحمن الرحیم
احد الصمد پاک و پروردگار را در همین کاری فرخ جانی نویره که ما در کسب کاری هممون در کسب کاری شما نویره حکایی بابیش برکت عطا کنه که برکتش به منفعت دنیوی و آخرتی خودتان و والده و نسلاتان نصیب و روزی کنه عاقبت بخیر و ایمان به سلامت زنده باشید. خوب دوستان عزیز ما شروع میکنیم نخستین برنامه شوخی شو رو طریق سامانه دوشنبه لایف پیشکش شما. خوب بابوی مرگان بازم شما رو خوش آمدید میگیم با برنامه شوخی شو. ای رحمت بچم. در این برنامه ما جای دادیم 5 دوری بازی رو که فکر میکنم شما از این آگاه نیستید و ما شما رو آگاه میکنیم. شما اگر در همین اون 5 دور میدویم چیکار میکنیم؟ نه 5 سوال است که باید شما به آنها پاسخ بگویید. اگر شما به همین فرخ جون ای ماتماتیکا نباشه. نه از ماتماتیکا نیست. اگر شما به همین 5 سوال ما پاسخی درست گردوندید از طرف سامانه دوشنبه لایف صاحب 500 سومانی میگردید. واه بله خداوند در دوشنبه لایف برکت عطا کنه. بیار سوالاتا. خوب باز یک چیز دیگر است که اگر شما به همین سوال های داده ما یکی اش رو ندرست جواب دادید شما از 500 سومان مغلوب میگردید. وای کوشش کنید که چست چالاک باشید و شما که پیری روزگار دیده هستید فکر میکنم با این سوال ها حتما پاسخی درست میگردید. آمین دارم آماده ایم. خوب دوستان عزیز شما نیز اگر آماده باشید ما شروع میکنیم برنامه را. خوب دوری اول چنین است. خب من با شما 4 مصرع سرود یعنی از سراینده تاجیک را پیشنهاد میکنم. شما باید در مدت 1 دقیقه آن را با زبان روسی ترجمه کرده پیشکش ما و تماشابینان بگردانید. اوه 1 دقیقه ده. بله به زبان روسی ترجمه کنم. بله من با زبان تاجیکی آن را میخوانم شما باید آن را با زبان روسی ترجمه کرده در 1 دقیقه. بله پیشنهاد گردانید. اگر به زبان نمیسی میشید در نیم دقیقه ترجمه میکردم. قطعی فشیستا بسیار سر به سر شدگیم دارد. متاسفانه در اینجا با زبان روسی آمده است. اگر شما آماده باشید ما شروع میکنیم. خب من سرود رو میخونم شما متقد باشید. اکای تویدار دولت بسرد. این سرود میدانم. خوب که بدانید پس ما دوام نمیدیم. شما همین 4 مصرع اکای تویدار دولت بسرد 130 ساله شود گل پیسرد اکای تویدار شماید بر توی شما بیاید. ترجمه کنید بعد از 1 دقیقه با ما پیشنهاد کنید. اکای آغاز شد. سرشید اکای تویدار دولت بسرد. از آدم های پسی کادر یعنی کمک پرسیدن ممکن نیست. نه خب مالف خوب دوستان عزیز تا زمانی که بابوی مرگان با این 4 مصرع رو ترجمه کند ما یک چیز رو میگیم که سرپرستی برنامه شوخی شو این تالاری میبلی این باود است. فرصت خیلی کم موند. فکر میکنم بابوی مرگان با انمون هیجان مصرع های شعری رو ترجمه کرده ایستاده است. خب فرصت خیلی کم موند. خوب فکر میکنم بابوی مرگان از این کار بر اومد زیرا که هنگام صدا دادن تایمر علاقه بابوی مرگان روچکه رو به زمین پرت. نقطه ماندم. من نقطه ماندم بابای تو. خوب آماده پس تماشابینان عزیز میشنویم که بابوی مرگان مصرع های شعری رو چگونه با زبان روسی ترجمه کرده است. خب من با زبان تاجیکی میخونم شما باشد با زبان روسی آن رو ترجمه میکنید. آماده؟ آماده ایم. خب اکای تویدار دولت بسرد. برات свадьба. Аки تویدار برات свадьба имеешь.
государство тебе на голову. хуб дӯстони азиз намедонам то кадом андоза ин калима дуруст аст бори дигар такрор мекунам акаи туйдор давлат ба сарад Брат, свадьба имеешь, государство тебе на голову. хуб 130 сола шавад гул писарад 130 лет твоему цветочному сыну. акаи туйдор шумоед Брат, свадьба это вы. бар туятон биёед На твою свадьбу мы придем. хуб дӯстони азиз чуноне ки шумо тамошо кардед шоҳид будед ки бобои мерган чӣ гуна ин мисраҳои шеъриро тарҷума кард фикр мекунам хело хуб буд ба ман писанд буд رحمت در اونجا نویره که ما حال قرصک زده زیان پران نکنید 5 سوال 500 سومونی хуб бобои мерганро дастгирӣ кунед пас лайкро зер кунед то ин ки анамин тамошобини ин барнома хело зиёд шавад ва мо низ барномаро бозам зудтару зудтар пешкаши шумо гардонем шуморо табрик мегӯем ки дар даври аввал ғолиб омадед رحمت بچه چی ساد کنه بشنید боби инҷа запс рафти шарт нест ин калимаро гуфтан хуб бобои мерган шуморо табрик мекунем ки дар даври аввал ғолиб баромадед барои анамин барои ғолиб омаданатон баҳри тамошобинон баҳри анамин мухлисонатон як латифа бигӯед ва латифа богум бале то ин ки анамин мухлисоне ки паси анамин навор ҳастанд тамошо доранд ғарибоне ки аз корҳояшонро партофта анамин навори моро тамошо доранд лаҳзае бошад хотирашон болида гардад бале неки навера ҳакои бобиш ҳарги кортону напартоен баъди кор тамошо кунед истироҳат кунед шумо ки ҳамин мақсуди бобитон ҳамин қай ки шумо хурсанд бошед ягон ғараз дар дили ман аст ман шуморо навера гирифтам независимо от того что шумо момо доре ё не фарқ надоре шумо наверакои моем бачам ҳамун момоҳотонам наверои химам паро накунед ала бачам як боби кишиди бояд як чи тарбиявӣ биги бачам бале 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 ала мусафед шавховай ними шав бедор мешуд ки ҳалқуш қоқ шидиге агар то дараҷае ки айҷош хеста наметавонам овозаш намероя ба ҳамин фару мекунам тупланг ай тупланг як мегӯ саршо таи курпа мекунам иро обиёр гуфтесам михомерам гаҳвар ҷон гаҳвар ҷон ки гаҳварам хом кунед наку бобе саршо таи курпа мекунам то бакалам ман ба чӣ рӯз навера калон кардам бо ин навераро дар пешам хом кардаям ки маро дастгирӣ кунад ёрдам кунад ҳамин вақт зафар бедор мешавад қади дароз дар ҷои шитигиш қадаш айбара буланд ҳа боби чӣ мегӣ аради навераҳот гапта нагирифта зиян на тупланг на гаҳвар чӣ кор кунам охи чӣ кор кунам боби ҷон вақташ то гуфта будам пуштишоно нагимон ягон шапалоқ бизанам шона одам шаванд негуфтӣ ана ирӯз гапта нагирифтасиян анака фаҳмидӣ бояд чӣ кор кунӣ чӣ кор кунам охи ана боби ҷон ҳамин хеле ки бихе анака бирав худуд як коса об бихӯ ана меки боби гашта омаданта мадам як коса об биёр бача ҳаргиз сухани бобиётонро нӯш кунед мисли анамун як саҳнатонро ман чанд қадар пеш тамошо карда будам вақте шумо касал ҳастед ва набераҳоятон ба хабаргирии шумо меомаданд ва якеаш мегуфт мисли саг хароб шуд мисли саг монанди саг хароб шудие ҳамин хел настроениёма гардон одами касала нахоҳ ҳамин хеле биги як боро табум хиро шид бо навери аввал калонтар омад медонӣ чӣ мегӯям хуб вайда шикоят кардам ки бача додару томдай мега ки ту боби касал шуди саг вора хароб шудие ки навери калонин чӣ мега парво накун бобиҷон вале як рӯз пас саат мешуви ку худ вора дам мекунӣ
خب زنده باشید. بازم شما رو خوش آمدید میگیم با برنامه شوخی شو. رحمت نویرو رو خدا توفیق تیه. خوب میگذاریم با دوری دوم. دوری دوم یا نام گرفته است حرف بازی با حرف. یعنی در داخل همین قطعه ما حرف ها در ورق نوشته شده است. شما هنگامی از داخل یک ورقچه رو گرفتن کدام حرف به شما بیافتد شما باید در مدت 1 دقیقه 100 کلمه با همین حرف بگویید. او بچه 100 کلمه ای که همین حرف در اول کلمه باشه. بله. آسانه. خب شما فاندی لغوی با بیتون بچم کم نیست. خب تماشابینان عزیز بابوی مرگان خیلی فعال است در همین برنامه. ما دوری دوم رو آغاز میکنیم. حرف بیار. خب نگرنکای بابیش یاردم کنیم. یک حرف میگیریم توکل به خدا این همیشه گرفتم. مرحمت کشوده میبینیم که کدام حرف است. حرف ا. خوب بابوی مرگان از داخل قطعه ورقه را گرفت و در حرف ا با اون کس رفتید. ما تایمر رو سر بدهیم. برای مدت 1 دقیقه باید شما 100 کلمه با همین حرف بگویید. آماده اید؟ حاضر بچه من نمیشه حساب کنم. خوب آماده باشید. رفتیم. حرف اقتی. بله. اشمت علم المراد ارکین خوب اسب. خوب وقت رفته ایستاده است دوتر. امام احسان امام احسان احتیاط احرام احترام احتیاط الک وقتی شما با آخر رسید متاسفانه شما با شرط دوم یعنی که غالب ناومدید ولی یک چیز دیگر که به شما نبراتون از پس کادر به شما کمک رسوند ولی متاسفانه شما غالب ناومدید. از این ناراحت نباشید زیرا میگن از ناامیدی یا بعض امید است پایان شب سیاه سفید است. خوب میگذاریم بعد دوری سیوم. میشه. خوب این فکر میکنم این دور برای شما خیلی آسان است. کاشکی زیرا که از دوری سیوم چنین است. باید شما یک لطیفه بگویید که خودی من یعنی با راوی همین برنامه در لطیفه شما بخندم. اگر در لطیفه شما من خندیدم شما غالب دوری سیوم میگردید. شما آماده اید؟ نمیره با میشه. پس اگر شما آماده باشید شروع میکنیم. الان نمیره حکی بوبیش یک حیات کوشش کردم که همین 10 میلیون نویره که دارم که لباشون پره تبسم باشه و غم ایدیشون دور باشه. اکو خیلی یکی این نویره های عزیز نزدیکم خطی بچم. یک روز سر کردیم. یک روز کمپیر گم کردم. خب کمپیر این دینی افتگی من گم کردم. همین کوفته رفتیم بق دیوانو کجا ایتریزا درونو همین تروی بومو تگوی نیگس همین کوفته رفتیم رو بروم یا چه همین پیداش تلخم کفید. خیال کردم که دیوان رو بروم آمده همین بالا رو نگاه میکنم زفر توبه در بغل توف کردم بودم زفر تو درازانکی کجا رفت هستی تو نمیترسی در رو بلندی همین قدر زیقه بود که خودم حیران شدم زفر جان خیمه که کمپی رو گم کردم تو برای چی این قدر زیقه زفر میگم عروس ما گم کردم وی
عروس ما گم کردمه یعنی زفر جان گفت همه همون کوفتازی میگه ها کوفتازی منم عروس همه قدر زیقه که قریب گیریه میکنه گفتم زفر جان آخه همه عروس کوفتازی همه عروسی تو کیروی کوفتن هسته که قدر زیق شدی گفت آه بابی جونی عروس صفتشو میگم ایده حد عمر و خیلی گازانه کچی خیلی بده و عروس که قدر تو گریه کرده کوفتازی میگه او عروس بابی جون سروقت میون بوریکک روش گیردک و سفید لنجه کش کلچه واره چشم کش بادم واره شده رنگی چشمش رنگی ساز مرادی چشمای خودت کش بوریکک نو چینده موی سر همی قدر جنگله که همی بپاره روش انا همی تو فرامدگی یک عجایب بود نفرجون رفتیم چه صدق رفتیم چه کن گفتم رفتیم گفت کجا کمپیر کفتنی بود دف که کمپیر ما بیزار ما کمپیر عروسی زنده باشد سلامت باشد با همین شوخی های نمکین خود فکر میکنم که تماشابینان ما نیز خیلی خرسند شدن از این لطیفه و یک چیز رو میخواستیم بار دیگر تکرار هم باشد تماشابینان ما میخواهند همین رو بار دیگر از دهن شما بفهمند هنگامی که شما با میولر روبرو شده همین حالت رو نقل کنید شید دوره های جنگ بزرگی وطنی بود بچم دوره های جنگ بزرگی وطنی بسیار واقعه شدی بود همین قهرم کردگی ایسو همین اشتیگنوش در نوکی اسنایپر میزنمو میپرتم قفا هر از دیگیم دو 5 تا 6 تا فشیست در سری اشتیگنوش میویا کدام فشیستی سخت ایپشون برو زدمو پرتم قفا اشتیگنوش هم قدیش رفت ان دیگه به اشتیگنوش کجا میروی اسنایپر تیر نداره اشتیگنوش رایدس رفت انا که بچم همین قهرم کردگی همین رفتهش هم جورد یکی ایسر رو نیت پاک گفتی نیت میولر میروی میولر با میروی هم قدر کاتگی هم قدر نوز بزرگ در سرزمینی مویه در سرزمینی SSL میولری فشیست دغدغه کرده زای با مرا با ایت گرنو تو آفتمو تو کیمچیو در دستش با مرا ترساندنیه یکو همی قهرم کردم جوره همی زدنوی زدن کردم چی خدی زدی؟ 5 کتی وای او قایرا چی داشت چی کشید وای چی زدی؟ دیلشه گرفته بودم نه قرطاق شد باشا یادم قریب میروی همین میول رو دیدم اون قهرم کرد که نوز کاتگیوش کدی کو رحمت برو یوردان فروجو همین قهرم کرد که دیدم که بسیاری بعد دغدغه کرد با فشیستی هرچی خنده گفته سای تو دو سوده گفتم تو قطعی آدمش رو برشدی مرا مرگان نگنه که زد رای زدن کردم قاقرتک شکندم گرفتم مرده کجا میمره زنده قاقرتک شکندم گرفتم تو گشته آمده شم انا دیگه میولری کتگی ناکه نگاه که چی خیلی شید انا ای قفون زاره کرده آمده سای میولر قاقرتک در دستی ما زاره گرفتی مرگان جان پجالستا عدل موی قاقرتک وای روسی را میدونیست؟ یاد گرفت میدونیست برای قاقرتک شد گرفتن تو اگه توجیکی رو ندارو مجبوره روسی بگه مرگان جان عدل موی قاقرتک دا نه گفت نه انا میولر کتی انا میخلیم واقعیش یه گونتی دیشون بسه یا خوزی بسه قاقرتکم همیش منو کسادمون باید که روپا رو میشه خدیش میولر نمولی هم درگیردم گشته میولر ما قاقرتک چارت پلیدی خب زنده باشه دوستان عزیز برنامه شوخی شو است از سامانه دوشنبه لایف پیشکش شما خوب میگذاریم به قسمی 4 قسمی 4 نام گرفته است سوال های منطقی ما با شما یک سوال منطقی میدهیم باید شما با اون پاسخ بدهید بله ما در موضوع منطق خوندگی بدم
منطق و تایرم خوندگی هستم خب پس آماده باشید من برای شما میخوانم کدام کلمه دائما نادرست نوشته میشود وای نادرست آفرین شما ولی دوری چهارم رسید کلمه نادرست همیشه نادرست نوشته میشود خوب زنده باشید سلامت باشید بار دیگر شما رو خوش آمدید میگیم خوب میگذاریم با دور نهایی برنامه خب نام دوری نهایی برنامه چنین است من به شما یک سرودی از سراینده تاجیک رو پیشنهاد میکنم برعکس گردانده شده است باید شما دانید که این سرود کدام سرود است و سراینده این سرود کی است اگر شما به همین یعنی که دوری اخیر غالب بیاید ما شما رو غالب همین برنامه دونسته به شما 500 سومانی تحفه میدهیم وای رحمت گرچنده که شما در دور دوم مغلوب گشته بودید ما این رو به نوبت میگیریم و شما رو غالب برنامه میگردونیم زیرا که شما اولین اشتراکچی برنامه ما هستید وای رحمت شما آماده ایم بچم خب هر چی بده کو تیز خاطرتون برورین در کار نیست چیزی بعد در روی خاطرتون برورین خب پس من سرود رو میمونم این هر دو گوشم لقه برای گوش کردنی سرود خب کدام سرود است و سراینده این سرود کی است در نامش جانم این نویری خود من این سراینده این سرود نویری خود من دولتمند خالفه کدام سرود است دولتمند خالفه سرودی خب کوشش کنید زودتر پیدا کنید زیرا این دولتمند خال است خب کدام سرود است برعکسش اینقدر خب با شما 30 ثانیه وقت داده می شود اگر خواهید بار دیگر سرود رو تکرار میمونم مایلش خب علاقه ثانیه رفته شده 30 ثانیه به شما وقت دولتمند خال کدام سرودش دولتمندی جون بسیار سرود میدونم کدام سرودش است هم دانشمنده که با دانش با 8 7 6 5 4 3 2 1 0 خب در باغ گل چیدن اسمه تر چیدن نادرست است متاسفانه شما پیدا نکردید که کدام سرودی دولتمند خال است این سرودی دولتمند خال با نام شاهی ما آمد وای که شما آن رو پیدا کردن نتوانستید خوب بار دیگر شما رو خوش آمدید میگیم با برنامه شوخی شو تشکر زیاد که شما وقتی خود رو دریغ نداشته در برنامه ما اشتراک کردید خوب تمنیات شما در آخر برنامه برای تماشابینان ما مایلش شکر خدا این تماشابینای گفته جی همش نویره حکای عزیزی خود من این 10 میلیون نویره که دارم زیادشون در تمام روی دنیا انا حرکت و کار کرده سیان به منفیتی پدر و مادرها به منفیتی برادرها و خواهرها به منفیتی همی بابیاشان و مامهاشان که همی به منفیتی وطنی عزیز بون که وطن آواد شد و سیر پر باشه یعنی که برای منفیتی وطن مجبور شد یعنی که در غریبی ها اکثریتشون بگردن اگر که گفتنیم که نویره حکایی باش خواه در غریبی باشین و خواه در حاضری یعنی که در وطن خداوند هماتون در بخت و برکتیه و این عنوانی غریبی این نامی غریب الهیم که ایسری هر یک کدامون بدر شود خداوند این نام ایسری ما بدر کنه و همه ما صاحب وطن و در وطنی عزیز ما باشیم صاحب نان و نمکی خودمان باشیم و
خداوند نصیب کنه که کدام وقتی که ای مرز وطن بیرون برآمدیم به عنوان سیاح بیرون براییم و خداوند به همون بخت و برکت عطا کنه و برکت به منفعت دنیوی و آخرتیمون نصیب و روزی شود. ای بار خدای عرش و کرسی 6 چیز به همون نویره های ما عطا فرستی: ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراخ دستی. الله اکبر. خب